در دهه گلدره دهات به نام میرعلی محمدعلی ناحیه وسه محصولات این گرمخانه با مهنت پیراحمد خلمرودوف پرورش یافته است. از همین جا همه روزه پامیدوری تر و تازه جمع‌آوری شده به بازارها برآورده می‌شوند. پیراحمد اگرونوم است. از روی تجربه و فهمیشه که او در این سمت از خود نموده است، کارش را پیش برده موفق گشته است. از ماه مارت سر کردیم، پرورش نهال‌ها خودمان شنانیدیم، پرورش کردیم. بر دیگر جاها کوچاندیم، این ماندگی ها نشست. یعنی چی میگم؟ اگه با این گرخونه را پر کردیم. دیگر جا در دیگر زمین ها برده نهال کردیم. چقدر نهال همی گرمخانه است؟ اینجا تقی 1,500 دانه هست. بیرون داد زیاده 10,000 دانه داریم. اما که پیراحمد میگوید که این گرمخانه عادی باشد هم لیکن منفیتش کلان است. حالت نیال‌ها و حجم محصولات گواهی از آن می‌دهند که او اینجا صافدلانه محنت کرده است. او گفت که زمین را سری وقت با غذا تامین نموده، دیگر کارکردهای آن را سری وقت عملی نموده است. با همین طرز کاربری سالهای گذشته از استفاده گرمخانه خواجگیداران منفیت کلان دیده‌اند. امسال هوسمند شده با باوری میگویند که نظر به سالهای گذشته حاصل زیادتر به دست می‌آورند. حاصل پمیدور اکنون نو به نزدیکی سر شد. لیکن بودرینگمون پیشتر بود و پیشتر میپزد، در 45-46 روز میپزد. علاقه زیاده از 2 تن بودرینگ گرفتیم. تا کی این حاصل دادن میگیره گرمخانه؟ این وابسته از نگاه بین تا ماهای نوامبر میرود ان شاء الله. در دهه گلدره فعالیت پیراحمد در سمت استفاده زمین‌های دیگری کارم باغ اینتنسیوی خواجگی نظر است میباشد. این درختان در مساحت 6 ساتق در یک گوشه باغ مسئول مهنت پیراحمد میباشد. او اینجا هر یک وجب زمین بین قطاره‌های باغ را ثمراناک استفاده کرده است. به همین مانند در میدان 5 هکتار زمین باغ سبزوات و پالزی ها کش نموده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.